گذشت و بخشش نمودن کسانی که به تو ظلم و ستم کرده اند خصلت خیلی پسندیده است که انسان مورد عفو و بخشش خداوند قرار می گیرد. سلف صالحین گذشتگان اینه که این امت حتی برای کسانی که به آنها ظلم و ستم کرده اند دعای عفو و بخشش می کردند. در شرح بخاری ابن بطال آمده است که حسن بصری رحمه الله یک شب چنین دعا می کرد: خدایا هر کس بر من ظلم و ستم کرده است از گناهانش درگذر. این دعا را بسیار تکرار کرد. شخصی با او گفت: ای ابو سعید، من دیشب از تو شنیدم که برای کسانی که به تو ظلم و ستم کرده اند دعای عفو و بخشش می کردی، تا اینکه تمنا کردم ای کاش من نیز از جمله کسانی می بودم که به تو ظلم و ستم کرده اند. چه چیز شما را به این دعا وادار نمود؟ فرمود: این ارشاد پروردگار مرا وادار ساخت تا چنین دعا نمایم. الله رب العالمین می فرماید: فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. یعنی پس هر که از ظلم و خطاهای دیگران درگذرد و اصلاح کاری نماید اجر و پاداشش بر خداوند است.